صدها شهروند تاجیکستان و ازبکستان چند روز این جانب نمیتوانند از قزاقستان به وطن برگردند. ازدحام مهاجران بینای دادگاه مأموری ناحیه سریاغاج را محاصره کرده است. به نوشته بخش قزاقی رادیوی آزادی همه منتظر حکم دادگاه هستند. آنها را برای بودوباش غیر قانونی در کشور جریمه میبندند یا اخراج میکنند. در دادگاه سریاغاج بنابر از معیار زیاد وارد شدن پرونده های مأموری در بررسی آنها مشکلی میکشند. همه روزه 100 پرونده دیده می شود ولی تعداد مهاجران در نزد بینا کاهش نمی‌یابد. مهاجران شکایت میکنند که قبول قرار را مدتی زیاد انتظار میمانند. من 2 روز پیشتر از تاجیکستان آمدم. باید 15 آگوست می آمدم اما 13 وارد شدم. 3 ماه دعوتنامه دارم. چند روز دیگر مهلتش مونده است. همه حجت هایم با من است. نمیدانم چرا مرا میخوان اخراج کنند. گفتند که 90,000 تنگه جریمه دارم. آدمانی هستند که پول را پرداخت کرده میتوانند و آنهایی نیز هستند که امکانی چنین کار را ندارند. میگویند که میتوانند مرا اخراج کنند. ما به اینجا به نیت بد نآمده ایم. در اینجا جنایت صادر نمیکنیم. ما در اینجا کار کرده به مردم قزاقیاری میرسونیم. من خودم آشپز هستم. ما نوبت خود را 3 روز باز انتظاریم. آنها در روز استراحتی کار نکردند. امروز دوشنبه است. الکی 12 روز می شود. ما آدمانی معیوب باید چیکار کنیم؟ من به نزد پیوندانم مهمانی آمدم. باید کودکان را پرستاری میکردم. به نزدیکی نبیرم تولد شد. خوراکی گرم نیست. چای نوشیدیم، نان خوردیم، تمام. رئیس دادگاه سریاغاج به خبرنگاران گفت که از مرزبانان در یک روز بیش از 100 پرونده مهاجران غیر قانونی دسترس می شود. به گفته بری قیپف، شمار مرافعه های دادگاهی علیه مهاجران در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است. در دوام 10 ماه اخیر در اینجا تقریباً 17,000 پرونده بررسی شده است. در قانون 2 چاره پیش بینی شده است: جریمه یا اخراج مأموری از قلمرو قزاقستان. دادگاه در روزهای عید و روزهای استراحت بسته است. بعضا ما در یک روز تا 250 پرونده را بررسی میکنیم. با زیاد شدن فشار و مشکلات مهاجران تاجیک در روسیه، شمار آنهای افزایش یافته است که در جستجوی کار و درآمد راه قزاقستان را پیش گرفتند. ظاهراً به همین سبب تفتیش مهاجران در این کشور سخت‌تر شده است. قزاقستان بعد از روسیه کشور دوم مهاجرپذیر از تاجیکستان است. شمار مهاجران تاجیک در این کشور تقریباً 10,500 نفر ارزیابی می شود. پیشتر مقامات تاجیک از شهروندان خواسته بودند که قبل از سفر به قزاقستان حجت‌های ضروری را با خود داشته باشند.